سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. زرنگزی نوروزشاه هستم در خدمت شما. نخست توجه کنید به سرخط موضوعهای امروز 30 می. دیدار پرزیدنت‌های تاجیکستان و ایران پس از چند سال تیرگی روابط میان این دو کشور. یخی مناسبت‌ها آب می‌شود. قضیه افغانستان این ما خواهیم نخواهیم این حتما یکی از همون تریگرهای اساسی است که تاجیکستان و ایران به هم نزدیک میکنند. افزایش تحریم‌های اقتصادی و فضای نامساعد تجارت صاحبکاران روس را به ترک وطن و کار و زندگی در دبی مایل کرده است. بسیاری از تاجران روسی که اسمشان در رویخط تحریم شده ها ثبت نشده است، دبی را همچون مکانی بی‌طرف برای صاحبکاری ارزیابی میکنند. و زور ناظرانی را فقط بر رانندگانی به قول به پشت و پناه می رسد. شکایت رانندگان در پل‌ها از مناسبت نابرابر و قانون شکنی ناظران. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تهران با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی دیدار کرده است. امامعلی رحمان شامی دیروز به ایران رفت و 2 روز آنجا میماند. به اطلاع رسانه‌های ایرانی سفر پرزیدنت تاجیکستان با هدف بهبود روابط دو کشور برپا شده است. دیدار و ملاقات رهبران تاجیکستان و ایران در شرایط برگزار می شود که دو کشور دوام چند سال اخیر روابط تیره داشتند. مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله این موضوع را با تحلیلگران در میان گذاشتند. امامعلی رحمان در تهران بار اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان 9 سال پیش به ایران سفر کرده بود. 2 سال بعد از سفر اخیر رحمان مناسبت دوشنبه و تهران به گفته تحلیلگران به پایین ترین سطح خود رسید. مقامات تاجیک ایران را به دستگیری از حزب ممنوع نهضت اسلام متهم کردند. تهران این را رد کرد. کارشناسان چند عامل را سبب نرم شدن مناسبت دو کشور می‌دانند. پیش از همه اونی که قضیه افغانستان این ما خواهیم نخواهیم این حتما یکی از همون تریگرهای اساسی است که تاجیکستان و ایران به هم نزدیک می‌کند. دوم خوب مسئله قرقیزستان ما خواهیم نخواهیم این چیز حتما تاثیر خودش میرساند، چون قرقیزستان مثلا از ترکیه و گرفته است، از سلاح گرفته است، دستگیری همان سازمان کشورهای ترک برخوردار شده است. تاجیکستان در این رابطه نمیتواند که با روسیه تکیه کند، چون روسیه در همه این جنجال‌های داخلی دخالت نمیکرد. مجموعاً دوستی ما همون دوستی خواهد ماند، چون که ما با خلق ایران هیچ پروبلم نداریم و نداشتیم و نخواهیم داشت. لحن گفتار مقامات تاجیک در برابر ایران حالا تغییر کرده است. تحلیلگران نزدیک به مقامات حالا از دوستی دو خلق برادر صحبت میکنند. که این نه برای اون است که ما از کسی میترسیم یا اتفاقشی نداریم، بلکه برعکس همون همکاری های یا که هم فکری ها هم اندیشگی های تاریخی هستند که آنها البته هر گونه مشکل را پس سر میکنند و از جمله همین سردی هایی که نسبت اپوزیسیونی ما در ایران شده بود آن را هم پس سر کردند و علاقه مناسبت ها گرم شده است. سردی روابط میان دوشنبه و تهران ظاهراً کم شده است. کارشناسان از بهبود روابط دو کشور امیدهای زیاد دارند. با توجه به امضای پروتکل همکاری‌های امنیتی میان دو کشور، مسئله‌ای که شما به آن اشاره کردید کاملاً مشخص شده است. به اصطلاح چارچوب و قاعده بازی تنظیم شده است و من بعد آن رعایت خواهد شد. بعد از دیدار امامعلی رحمان و ابراهیم رئیسی میان دوشنبه و تهران 17 سند نوی همکاری به امضا رسید. ایران در سال 1991 یکمین کشور بود که استقلال تاجیکستان را اعتراف کرد. تا سال 2013 تهران یکی از عمده‌ترین شریکان اقتصادی دوشنبه دانسته می‌شد. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
برنامه رو پای میگیریم. 4 عضو بازداشت شده کمیسیای 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از بازداشتگاه موقتی در خروق آزاد شدند. با اطلاع منابع رادیوی آزادی بیش از 10 عضو این کمیسیه را روز شنبه مقامات دادستانی و بخش امنیتی ولایت بدخشان دعوت نموده بعد بازپرسی درباره دریافت پول از خارجه بازداشت کردند. مقامات تاجیکستان تا هنوز در این باره به طور رسمی اطلاع ندادند و به زنگ‌های تلفنی پاسخ نمیدهند. همکارم میرزا نبی خالقزاد این موضوع رو پیگیری داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. خب اینها رو با چی دلیل به دریافت مبلغ گمان برمی‌دانند و این 4 نفر در چه شرایط رها کرده شدند میرزا نبی؟ بله ببینید، طبر منابع رادیو آزادی گفتن آنها را برای دریافت مبلغ از طرف الفت خانم محمد شیبه و علیم شیرزمانوف گمانبر دانستند که گویا از آنها از خارج پول می‌رسیده است. در جریان این پرسش ها اعضای بازداشت شده های کمیسیای 44 رسیدها و یا خود چک های مبلغی که دریافت می‌نمودند پیشنهاد کردند و اینها همه به قبل آنها روبل بوده است، نه دلار و یورو. و این مبلغ هم از طرف ساکنان بدخشان که در روسیه کار و زندگی میکنند به آنها رسیده است و به خاطر فعالیت دفتر کمیسی 44 در خاروق بوده است. برای نگاه داشتن دفتر مبلغ ضرور است و به گفته آنها این دفتر هم بر اساس قانونگذاری بعد ناآرامی های ماه نوامبر سال گذشته تأسیس داده شده است. آنها میگن هر صبح 44 نفر در دفتر جمع می شدند و قضیه ناآرامی های ماه نوامبر از جمله تفتیش پرونده کشتار گلبدین زیابیکوف را با مفتشان دادستانی کل همراه بررسی می‌کردند. آنها دریافت مبلغ از طرف علیم شیرزمانوف و الفت خانم را یعنی مبلغ به صورت عموم از خارجه را رد می‌کردند. و پس از رها شدن 4 نفر از بازداشت شده های این کمیسیه 6 نفر از جمله حقوق شناس کمیسی 44 فراموز ارگاشف در بازداشت است و منبع هایی که به ما صحبت نمودند میگن که فشار و زوری مقامات در بازداشتگاه در نسبت آنها وجود دارد و این را رد نمیکنند. بله، همونطوری که اشاره کردید بعد از اینکه اعضای کمیسیای 44 به چنین حال افتاد تحقیق حوادث ماه نوامبر از جمله قضیه کشتار گلبدین زیابیکوف در چه شرایط است؟ بله، هنوز تا بازداشت این 13 نفر از اعضای این کمیسیه نماینده های جامعه شهروندی در صحبت به ما گفته بودند که با شروع ناآرامی های در برخاروق و عملیات به اصطلاح ضد تروریستی در اوشان که به کشته شدن بیش از 20 نفر باعث و باز حادثه کشتار محمد باقر به دنبال آن کار این کمیسیه تنفذ شده است و در حال حاضر حرکت ندارد. پس از این حادثه اعضای جامعه شهروندی از صحبت خودداری میکنند، ولی مادر گلبدین زیابیکوف با نگرانی به ما گفت که هیچ پیشروی در قضیه فرزندش دیده نمی شود و از جمله گفت که از دادستانی کل روز 13 می نامه دریافت کرده است که در آن گفته شده است تحقیق مرگ پسرش ادامه دارد و از نتیجهش خبر خواهند داد. او با شنیدن خبری بازداشت نماینده های کمیسیای 44 خیلی ناراحت شد و گفت امیدش به نماینده های این کمیسیه بود که همراه با مفتشان تفتیشات را یعنی که اینها پیش می بردند. و ببینید که کمیسی 44 در پی اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد و از حادثه های مرگ گلبدین هم 7 ماه میگذرد، اما طبق کارشناسان میگویند از صحبت نماینده های دادستانی کل و جامعه شهروندی بدخشان به نظر میرسد که به طور مشخص کار نظررسی یعنی که نظررسی انجام نیافته است. تشکر میرزا نبی. اعضای کمیسیای 44 در ناآرامی های ماه نوامبر سال گذشته مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میانروی آنها به اعتراض 4 روزه در خروق خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها ابراز نگرانی کردند. امروز رهبران اتحاد اروپا با هدف خاتمه بخشیدن به تجاوز مسکو بسته نوی تحریم های روسیه و کمک به اوکراین را بررسی میکنند. تحریم ها تا این زمان هم فضای کاری روسیه را بسا دشوار نموده شمار زیادی صاحبکاران را به ترک کشورشان وادار کرده است. همکارمان شهلای گلخواجه میگوید بی‌طرفی امارات متحده عرب در مسئله جنگ اوکراین و فضای خوب صاحبکاری روس‌ها را به این کشور جلب کرده است. وسعت تجاوز روسیه به خاک اوکراین و تحریم آن از سوی کشورهای غربی شماری از صاحبکاران روس را به ترک وطن و جستجوی شغل در خارج وادار کرده است. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد فضای مناسب تجارت و خودداری امارات متحده عرب از محکوم نمودن تجاوز روسیه در اجلاسه شورای امنیت سازمان ملل متحد صاحبکاران، حقوقشناسان و تاجران روس را برای مهاجرت و کار در این کشور مایل نموده است.
аслан имороти муттаҳидаи араб ва ба виҷа амороти дубай ҳамчун макони сайру сайёҳати русҳои сарватманд шинохта мешавад. Йохен Кнехт, мудир омили минтақаи байналмилалии озоди тиҷорат дар имороти муттаҳидаи араб мегӯяд, сар аз оғози соли равон шумораи корҷиёни рус дар муассисаи зери раҳбарии ӯ 10 баробар бештар шудааст. ابتدا اساساً شرکت‌های اطلاعاتی و تولید نرم افزار به اینجا می آمدند. حالا تمام نمود صاحبکاری، نمایشگاه‌های هنری، فروشگاه‌ها، تجارتی قسم‌های احتیاطی همراه کارگران و انبارهایشان در اینجا مسکن می‌گیرند. пешбинӣ мешавад ки дар оянда ин раванд тавсия меёбад. моҳи апрел раиси бонки миллии русия Эльвира Набиулина гуфта буд ки таҳрими иқтисодии кишварҳои ғарбӣ ба ҳамаи бахшҳои иқтисоди ин кишвар таъсир гузошта боиси бозсозии сохтории хоҷагии русия хоҳад шуд. Дарья Невская, ходими ширкати русии ҳуқуқӣ, ин ҳарфҳоро тасдиқ мекунад. муштариёни мо бо сабаби маҳдудиятҳои бонкӣ ва дигар мушкилоти ҷории вобаста ба танзими тиҷорати хориҷӣ на танҳо бо иттиҳоди Аврупо, балки бо кишварҳои дигар ҳам мушкилӣ доранд. аз ин рӯ бисёре аз тоҷирони русе ки исмашон дар рӯйхати таҳримшудаҳо сабт нашудааст, дубайро ҳамчун макони бетараф барои соҳибкорӣ арзёбӣ мекунад. ин хонум ки чанде пеш аз Русия ба Дубай кӯчидааст, бовар дорад ки барои русҳо ташкили рӯзгору тиҷорат дар ғарибӣ осон нахоҳад буд. ӯ як моҳ инҷониб наметавонад 5000 евроро ки аз Москав ба Дубай фиристода буд бигирад, зеро пулаш дар бонкҳои аврупоӣ банд мондааст. ба қавли ин хонум, азияти асосии таҳримҳо бар дӯши соҳибкорони сатҳи миёна аст, зеро аксари ба истилоҳ олигархҳо ва ё сарватмандони рус барвақт шиносномаҳои кишварҳои дигарро гирифта солҳост ки дар хориҷи Русия ба сар мебаранд. дар миёни 10 миллион аҳолии имороти муттаҳидаи араб аксариятро хориҷиён ташкил медиҳанд ва бисёриҳо ин кишварро макони рушди соҳибкорӣ унвон додаанд. шумо барномаи ахбори озодиро тамошо доред. шикояти ронандагон дар Кӯлоб аз қонуншикании кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ бештар мешавад. ба иддаои ронандаҳо муносибати нозирони роҳ бо соҳибони мошинҳо баробар набуда, маъмулан рақами мошини ронандагони бепушту паноҳро мекандаанд, коре ки дар нисбати бархе аз дигар ронандагон дида намешавад. ахиран хабарнигори радиои озодӣ дар минтақаи Кӯлоб Маҳмудҷон Раҳматзода ҳам шоҳиди ин ҳодиса шуд ва ин лаҳзаро сабту гузориш таҳия кард. این ناظری را در مرکز شهر کلوب مخصوص رقم ماشین خبرنگار کنده میگیرد. اینجا هم خودنمایی دارد، اما رقم ماشین تویوتا کمری را نمیکند. رانندگان میگویند که زور این ناظران تنها به کندن رقم ماشین های نظرناگیر میرسد. بحث ما هم بعد شکستن و گرفتن رقم از ماشین سر زد. با وجود پرسش ها او کی هست و به کدام حق رقم را کنده است، اما خود را معرفی نکرد. چیت نام فامیل چیه؟ ناظر میگوید که ماشین را ما در نزد علامت راه گذاشته ایم، ولی پیش از ماشین ما چند اتومبیل دیگر گذاشته شده بود. ناظر با زور تلفن نوارگیری ما را کشیده گرفت. تلفن از ساعت 11 تا ساعت های 16 بیگاه در دست ناظر بدهی بود. ما تلاش کردیم با سردار شعبه وزارت کارهای داخلی و بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلوب این حالت را رسانیم، اما از این دو سردار کسی را پیدا کردن نتوانستیم. ما به نزد بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلوب هم آمدیم، هم شهر است هم منطقه است. متاسفانه علیم بدیلخانزاده سردار شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلوب در اداره‌اش نبود، گفتند که موصوف خوراک نصف روزی خوری رفته است. این بار اول نیست که ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی منطقه کلوب با خبرنگاران وارد بحث میشوند. سال نیست که خبرنگاران از قانونشکنی‌های کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی کلوب خبر نشر نکنند. هرچند کارمندان بدهی کلوب میگویند که آنها کارمندان قانونشکن را از صفشان تازه میکنند، ولی تاکنون شکایت‌ها از بالای کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلوب کم نشده است. کاری که این ناظر کرد، رانندگان میگویند که روزی نیست آنها به چنین حالت در نزد بازار کلوب گرفتار نشوند. محمودجان رحمتزاده، آزادی، کلوب. این آخرین مطلب در برنامه امروز بود. خبر و گزارش های بیشتر از این را شما میتوانید در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام پیدا کنید. تشکر برای همراهی و تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید. خدا نگهدار.